سلام جناب مهندس. این من قسمت فریزر رو باز کردم چون کمپرسور رو زدم تو برق، یه صدای ناجوری داد داخل فریزر. من این کاور رو روکش رو در آوردم، با این صحنه مواجه شدم. کاملا لوله هات کلن اکسیده شده، حتی لوله ورودی و خروجی، حتی فنت هم که فن دیسی و فن 12 واته کامل جام کرده، یه جوری که انگار گیری پاچه. نگاه کنی الان معلومه، یعنی با دست به زور میتونی بچرخونیش. نگاه کنید معلومه اصلا. بعد قسمت لوله مویی و فیلترتو نگاه کن. لوله مویی از لوله رفت اومده داخل اواپراتور، کلا نگاه کن اکسیده شده، جوری که اصلا نگاه کنید معلومه. نگاه کن این لوله مویه، ببین چه بلایی سرش اومده. حساب کن از تو این گاز رد میشه. لوله‌ای که مسیه ببین چه بلایی سرش اومده. یعنی انگار که مدت خیلی طولانی این یخچال خوابیده بوده، به این صورت اکسیده شده. اینا همه لوله موییه که مسی بود و به قول معروف از توش گاز رد می شده. میبینی این لوله مویی ببین چه بلایی سرش اومده که پودر شده. اینجا هم که حالت تیزاب زده، معلوم نیست چه بلایی سر این یخچال اومده، کلا نابود شده. من یه لحظه این پایین رو باز کردم، به طور ناگهانی یه صدای اومد. میبینی کلا انگار که سوسک و این چیزا این تو بوده. معلومه که مدت خیلی زیادی این یخچال خوابیده بوده. الان این لوله رو من از ترسم نمیتونم تکون بدم، میترسم پودر بشه چون اکسیده شده. این لوله مویشو ببین کامل اصلا یه تکون بدم شکسته. حتی این لوله کلفته که کلا میبینی اکسیده شده، نگاه کن پودر میشه. این باید کلا لوله کشی بشه.